شاید برای شما این سوال پیش اومده باشه که بدن و مغز انسان تا چه حد میتونه بیخوابی رو تحمل کنه. برای به دست آوردن جواب این سوال امروز قراره یک آزمایشی انجام بدم و قراره بفهمم چقدر بدن انسان میتونه بیخوابی رو تحمل کنه. الان ساعت 8:35 صبحه و من از ساعت 3 بعد از ظهر دیروز تا حالا نخوابیدم. یعنی تقریبا میشه 17-18 ساعت بیخوابی که من الان هیچی رو احساس نمی‌کنم. یعنی اصلا من الان احساس خواب‌آلودگی ندارم. خب چیزی که من خوندم و تحقیق کردم این که اون عواقب و آثار بیخوابی بعد از 20-24 ساعت نشون میده خودش. یه نکته که هست اینه که من قرار نیست بشینم یه گوشه و خب بگم بچه‌ها الان 2 ساعت گذشته، الان 4 ساعت گذشته. نه، از این خبرا نیست. من قراره امروز کلی خودم رو تحت فشار بذارم، یعنی معادله حل کنم، برم ورزش کنم، برم بدوم، خودم تحت فشار بذارم، نمیدونم از ارتفاع بپرم، رانندگی کنم، کلی کارهای خطرناک انجام بدم و ببینم چه اتفاقاتی قراره بیفته دیگه. پس تا آخر این ویدیو همراه من بمون تا بفهمیم اشرف مخلوقات تا کجا میتونه بیخوابی رو تحمل کنه. الان ساعت 9:51 صبح و من تقریبا 19 الی 20 ساعته که نخوابیدم. همین اول کار یه تستی از مغز خودمون میگیریم ببینیم الان وضعیت مغزمون در چه حال. 2 تا تست از خودمون میگیریم، یک تست دقت و 2 تست تمرکز. تست دقت اینجوریه که من از عدد 1 تا 50 رو پشت سر هم مینویسم و ببینم چقدر طولش میدم این کار رو انجام میدم. خب تست تمرکز هم اینه که از عدد 100 به پایین رو 7 تا 7 میشمارم ببینم چه جوریه داستان. خب همونجوری که دیدید کار سختی نبود، خیلی آسون بود نوشتن 1 تا 50. پس دقتمون بعد از 19 ساعت 20 ساعت بیخوابی هنوز که هنوز همونه. منم به شخصا هیچ چیز خاصی احساس نمی‌کنم. تست بعدی تمرکزه که اسم می‌کنم سرش قراره یه خورده اذیت بشم. آها یه نکته ای. این 2 تا تست رو من هر چند ساعت یک بار از خودم میگیرم که ببینم وضعیتم در چه حال. بریم تمرکز تست بگیریم. خب میشه 100 93 بعد 7 بیاد پایین 93 میشه 86 79 72 65 58 51 43 51 تا 43 چند میشه؟ یکی اینور 43 نه 44 4 تا اینور 3 تا اینور 33 اینور 3 تا اینور 46 33 نه دارم گند میزنم بعد 20 ساعت بیخوابی 26 روی 30 و اینا تمرکزم به هم ریخت. پس الان تمرکز نداریم بعد 20 ساعت، تمرکزمون یه ذره اومده پایین ولی دقتمون هنوز که هنوزه سر جاشه و تازه این اول راهه. اولین تستی که میخوایم انجام بدیم با هم این الان یه تست بود، یعنی اینا تست بود که ببینیم آقا ما در چه حالیم. الان اولین تستی که باید انجام بدیم و خودمون رو به چالش بکشیم اینه که بریم بیرون. چیکار کنیم؟ بریم ورزش کنیم. من تو زندگیم ورزش نمی‌کردم، حالا میخوام برم ورزش کنم. برم چرا اصلا دارم ویدیو رو من میگیرم؟ بریم آقا بریم بیرون. اومدیم بیرون و الان تقریبا ساعت 10:20 صبح. تقریبا میتونم بگم که الان 20 ساعته که نخوابیدم و اولین کاری که قراره انجام بدیم اینه که امروز یه ورزش نرمالی انجام بدیم. یعنی اینکه یکم بدویم، نرم دوی کنیم، یکم اگه شد مثلا شنا بزنیم، پلانک بزنیم، یه خورده بدن رو تحت فشار بذاریم، ببینیم چه بلایی سرش میاد. آقا من تمرکزم واقعا اومده پایین. بعد اینکه میگن وقتی خوابتون میاد رانندگی نکنین، ببین مثلا وقتی شما 20 ساعت 24 ساعت نمیخوابی یه حالتی مثل مستی بهتون میخوره. خب یعنی من پشت فرمون نشستم حس کردم واقعا مستم، مثلا نخوابیدم. برای همین میگن پشت فرمون آقا وقتی خوابتون میاد پشت فرمون نشینید. زیاد حرف نزنم، بریم مأموریت رو انجام بدیم ببینیم که چی میشه. الان دارم پیاده روی میکنم و تا الان هیچ مشکل خاصی نداریم. چیزی من آخرین باری که ورزش کردم یادم نمیاد کی بود، واقعا یادم نمیاد. آقا من خوندم که آب زیاد بخورید برای اینکه مثلا میخواید نخوابید یه تایمی رو، آب زیاد که بنوشید بر بدنتون مفیده. خب اینو گفتم نکته بهداشتی بچه‌ها، آموزش یادتون باشه. ولش کن، یکم نرم دوی کنیم اینجا، بخوره بدنمون گرم شه، بعد بریم تحت فشار بیشتر قرار بذاریم
بدن. بچه ها همیشه علیه ورزش گرم کنید، ورزش کنید. من یه ذره دویدم، نفسم گرفت. گرم کنید همیشه. مثلا ما خوب فوتبال هم بازی میکردیم یه زمانی، یه بازی نمیکنیم. همه یه پسرها اینجوری هن که اگه مصدوم نمیشدن الان تیم ملی داشتن فوتبال بازی میکردن. همشون هم همینو میگن. همه پسرها از اونایی که الان تیم ملی هم بهترن، از اونایی که الان استقلال پرسپولیس هم بهترن، از اونایی که تو رئال بارسا هم بهترن. همه پسرها همینن، منم همینم. اولین تمرین استقامتی که داریم میریم برای این تسک، ساق پای راست رو نوک پنجه پا میریم و واقعا حاجی استقامتی خیلی سخته. خودمونیم میریم برای پای چپ. بچه‌ها واقعا سلامتی نعمت خوبیه. یه چیزی، هوا خیلی گرمه، هوا واقعا گرمه. هوا چطور؟ واقعا ساق پای آدم خالی میکنه یه جایی. آقا تا الان که ورزش مشکل خاصی نداشتیم با بیخوابی. الان یک تمرین خیلی سخت میخوام انجام بدیم، میخوام استارت بزنیم و خب استارت به تمرکز و استقامت زیادی نیاز داره. میگم اینجوری میکنی، اینجا میریم، اینجا تا این نقطه میریم از استارت. آقا من اومدم خونه و رفتم دوش گرفتم و اینم وضعیت چشما حاجی. ببین خستگی داره میباره ازش. آقا یه چیز خیلی باحال بهتون بگم که میگم تمرکزم ریخته بود به همین بود که من در حین ورزش کردن داشتم میخورم زمین. داشتم استارت میزدم که یهو این پام با اون پام گفت گو نخور، داشتم با سر میرفتم زمین. حالا دوربین نمیشد بگیریم دیگه، این آیفون مزخرف دماش رفته بود بالا و نمیذاش ویدیو بگیریم. بعد اینکه آره الان حدودش 21 ساعته نه که نخوابیدم و اینکه هنوز زندم. تمرکزم از دست دادم، تمرکزم کم کم داره میاد پایین، دقتم هنوز سر جاشه ولی تمرکزم نه، تمرکز یو. بریم ما هم دیگه تسک دوم انجام بدیم، ولی قبلش یه چیزی باید بهتون بگم. یه اتفاق خیلی عجیب داره میفته. الان تقریبا ساعت 2:06 بعد از ظهره و من تقریبا میشه 23 ساعته که نخوابیدم. 1-2 ساعت پیش خیلی خوابم میومد، وحشتناک، جوری که داشتم پاره میشدم از بیخوابی. ولی الان به طرز عجیب غریبی اصلا خوابم نمیاد. یعنی من خودم پشمام ریخته، اصلا خوابم نمیاد. نمیدونم بدنم داره به بیخوابی عادت میکنه یا داره گولم میزنه، نمیدونم. یه خورده ترسناکه خوابت بیاد بعد سر ساعت 23 یا خوابت بپره و خوابت نیاد. پشما خودم ریخته. برای همین میام دوباره اون تست تمرکز و دقت و اینا رو انجام میدیم دوباره به ترتیب. ناکن ببینید من مینویسم و این اولین 50 است. خب نگید دروغ میگه. یه خط میکشیم زیرش، میریم دوباره 1 تا 50 رو بنویسیم. این تست دقتی بود که انجام دادیم و یه دونه 6 اونجا اشتباه نوشتم، 4 16 و اینکه حاجی ترسناکه. من دقت هم داره افت پیدا میکنه ولی خوابم نمیاد. بریم تست تمرکز رو بگیریم و بعد تمرکز اینجوری که بعد 7 بیام پایین از 100 93 80 وای 93 2 1 90 89 88 87 86 79 72 65 وای
یه چیز بگم، من چرا آروم حرف میزنم؟ چون خانواده خوابم و من هنوز نخوابیدم. قصدی هم ندارم برای خوابیدن. من هنوز اینجام تا تسکیه بعدی رو انجام بدم براتون. تسکیه بعدی چیه؟ قراره با همین اوضاع و شرایطی که داریم غذا درست کنم، خودم برای خانواده غذا درست کنم و ایشالله که خراب نکنم. بریم غذا رو درست کنیم. برای غذا تصمیم گرفتم که کباب تاوه‌ای درست کنم، ولی این گوشت نیست، گوشت بوقلمونه، گوشت گوسفند گوساله نیست. با بوقلمون خیلی خوشمزه میشه، دستپخته. داشت امیدم که اصلا نگم برات. یه چیز عجیب غریبی که دارم بهش دقت میکنم اینه که تمرکزم توی نگاه کردن داره به هم میریزه، یعنی نمیتونم یه جا نگاهمو فوکس کنم و کلا آرومتر حرف میزنم، توپق میزنم توی حرفام، نمیتونم درست جملاتم رو کنار هم دیگه بچینم. اگر دقت کنید توی ویدیو، توی الان آکن نتونست فارسیم یهو تموم میشه. الله اکبر. بله الان تقریبا داره 23 ساعتی که نخوابیدم، داریم کم کم به یک روز میرسیم، یعنی یک روز 24 ساعت کامل نخوابیدم و این تازه داره شروع، تازه این اوایل عواقبشه، این یهو تموم میشه. چشا رو ببین، خستگی از توش میباره. چشا رو ببین، آی قیافه رو ببین آجی، مثلا قیافه داغون. آقا ما اینو گذاشتیم تو آب گرم که یخش وا بره. بله یخش وا رفته. گوجه داریم اینجا. شاید بگید این چیه؟ این چی بود؟ این فلفل دلمه‌ای رنده شده یه سبزه، رنگش معلومه سبزه. جا داشتم شیر درست میکردم. What the hell؟ شیر درست نمیکردم، داشتم شیرموز درست میکردم با بلندر. بعد اینکه داشتیم اینجا اومدم اینجا برنجم خیس کردم، گذاشتم خیس بخوره. امید کدبانو تو کامنت ها. شاید با خودتون بگین که انرژیم بیشتر شده. نه، خانواده از خواب پاشدم میتونم بلندتر حرف بزنم. چشا واقعا خسته است. علی به من گفت که نیم ساعت دیگه بیا اینجا. حالا علی کیه؟ این ادیتایی که میبینید میزنن توی چنل، میخواستم میگم پیج، توی چنل علی میزنه. علی ادیتورمه. علی علیه علی. این رسمه رو اوکی کردیم، گوشت رو ترکیب کردیم با این فلفل دلمه‌ای سبز. ها؟ پیازم پوست بگیرم. ساعت 3 بعد از ظهره و بالاخره حدوداً 24 ساعت رو تکمیل کردم و یعنی اینکه من الان تقریباً 24 ساعته که نخوابیدم و بیدارم و ایول. یه تست تعادلم باید حتما بگیرم چون الان تمرکز داریم، تمرکز که نداریم، توپق دارم میزنم، دقتم که اصلا ندارم. تست تعادلم باید بگیرم. جواب میاد، فکر کنم جواب میاد. فارسیم یهو تموم میشه. تا 36 ساعت، تا 30 ساعت و 36 ساعت بتونم تحمل کنم اینا رو. آره چشام داشت میرفت رو هم. بچه علی زنگ زده. یه لحظه بس درم هم ببندم، صبر کنید. این همسایه ماه داره صدا رو میزنه، میشنوید صدا رو. سلام، خوبی؟ به خبر؟ بچه ها علی. سلام علی. بچه ها قیافه هم جا خسته ها چیزی؟
واقعا خستم. دقیقاً 24 ساعته. ساعت 3 بعد از ظهر دیروز. آره. بچه‌ها بریم. آقا یه نکته ای هست این که الان ساعت 4 بعد از ظهره و میشه 25 ساعت که من نخوابیدم. من خواب نیستم و فقط دراز کشیدم که کارامو انجام بدم، کار روزمره‌مو انجام بدم. یه چیزی رفتم فلش از علی بگیرم بیام، تو پلاک داشتم می اومدم بالا خوردم زمین و حسرت میخورم که چرا این دوربین روشن نبود. بابا ویدیو در می اومد. حاجی چقدر حاجی حالت تهوع دارم، گشنم حاجی. ما ویدیو بیخوابی داریم میگیریم، بی غذایی که نمیگیریم، غذا نمیخورم، چرا لامپو روشن نمیکنم؟ گشنمه. نهار دارم، من نهار دارم گشنگی میکشم. بچه ها بیخوابی واقعا تاثیر گذاشته، واقعا. بچه ها ببین چیزی باحالی کشف کردم. اینجا رو نکن، من میتونم با انگشتای پام بشکن بزنم. اثرات بیخوابی ها. و فکر کنم بعد این ویدیو من یه روان پزشک لازم میشم. واقعا خستم خیلی، اما من هنوز اینجام. ساعت تقریبا 7. اولا که من دیروز ساعت 3 بعد از ظهر از خواب بیدار شد. بعد دیگه بیدار بودم تا ساعت 8 و 9 که شروع کردم ویدیو رو بگیرم. 8 و 9 صبح که میشد تقریبا 16 17 ساعت. یادم رفت چیکار میخواستم بکنم. اصلا موضوع ویدیو چی بود؟ خواستم ببینیم بدن انسان تا چقدر جواب میده. من که 28 ساعت جواب داد بدن و مغزم. الان انقدر پارم، مغزم انقدر نمیکشه که الان اگه ازم بپرسن دو تا نمیدونم چنده. حس میکنم مستم نشم. بعد صبح رفتیم ورزش کردیم. بعد دمای هوا خیلی زیاد بود، نتونستیم ویدیوشو کامل بگیریم. بعد اومدم خونه، دوش گرفتم، کارامو کردم و من باید حداقل 2 ساعت دیگه جوون بیارم. دوومو گفتم جوون دیگه، نمیتونم درست صحبت کنم، تعادل اصلا ندارم، تمرکز که 0، دقت 0، بیخوابی طولانی مدت همچین بلایی سر آدم میاره. بچه ها هیچ وقت اینو تستش نکنین چون خوب نیست، اذیت میشید. ببخشید من چشام خیلی بسته است چون دیگه واقعا دیگه آخرامه و الان فهمیدیم که بدن انسان، حداقل بدن من، 28 ساعت زمان تا 28 ساعت چیز میکنه، کلا 28 ساعت دوام میاره و